شبکه دادخواهی زنان برای برابری. بیانیه ختم کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان مصادف با 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر از سوی شبکه دادخواهی زنان برای برابری. امروز 10 دسامبر و روز جهانی حقوق بشر برگ دیگری از تلاش و مبارزه زنان برای عدالت و برابری ورق می‌خورد. روزی که کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان نیز با پیام‌های رسا، روایت‌های واقعی و اراده استوارتر به پایان می‌رسد. در این 16 روز صدای زنان افغانستان بار دیگر جهان را فرا خواند تا فراموش نکنند که خشونت، تبعیض و محدودیت‌های سیستماتیک هنوز بر زندگی میلیون‌ها زن سایه افکنده و آزادی، کرامت و حق زیستن آنان را به شدت محدود می‌سازد. بیش از 4 سال است که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود، از حق تحصیل و کار تا مشارکت سیاسی، دسترسی به عدالت، خدمات صحی، آزادی بیان و آزادی اندیشه به طور ساختاری و سازمان یافته محروم شدند. این خشونت امروز در اشکال فیزیکی، قانونی، اجتماعی و دیجیتال بر آنان تحمیل می شود و هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند. کمپاین امسال با هدف بازتاب و واقعیت‌های موجود و طرح دوباره خواست عدالت شکل گرفت. طی 16 روز موضوعاتی چون خشونت ساختاری، محرومیت آموزشی و شغلی، حق انتخاب پوشش، مشارکت سیاسی، دسترسی به عدالت، سلامت و ورزش، حق تفریح و همچنین خشونت دیجیتال برجسته شد. با صدای قربانیان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، فعالان مدنی و همه کسانی که در کنار این راه ایستادند، پیام ما روشن و یک صدا بود. حقوق زنان قابل معامله نیست و رنج زنان افغانستان نباید در سکوت جهانی فراموش شود. امروز کمپاین پایان می‌یابد، اما مبارزه نه. این پایان صدا نیست، ادامه رسالت ماست. پایان یک کارزار تقویمی، آغاز مرحله‌ای تازه از مقاومت برای عدالت، برابری و آزادی است. ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی، شبکه‌های زنان و تمامی شهروندان مسئول می‌خواهیم که سکوت را بشکنند و با زنان افغانستان هم صدا شوند و همچنین حمایت پایدار و فشار مؤثر برای پایان خشونت علیه زنان را ادامه دهند. همبستگی زمانی معنا دارد که پیوسته، مداوم و بیوقفه باشد. صدای زنان افغانستان صدای عدالت جهانی هست. تا زمانی که حتی یک زن محروم هست، جهان آزاد نیست. تا روزی که حق برابری تضمین نشود، ایستادگی ما ادامه خواهد داشت. نه به خشونت، احترام به کرامت، برابری و آزادی زنان. پایان خشونت علیه زنان تنها با همبستگی جهانی ممکن است.